بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم با یک آموزش دیگه از روش کار اندیکاتور پیشگو. در این قسمت سعی دارم به یک سوال پاسخ بدم که پرسیدن که سیگنال های گرگ و پلنگ چه تفاوتی با هم دیگه دارن، چه جاهایی به کار میان و کجا باید استفاده کنیم و از این جور مسائل. خب همینطور که میبینید الان ما هم سیگنال پلنگمون فعال هست هم سیگنال گرگ. اولا که باید بدونیم که چرا من اینها رو به این اسم نامگذاری کردم. معنی این سیگنال ها این هستش که ما خیلی سریع و با سرعت باید اینها رو ازش استفاده کنیم، یعنی باید گرگ باشیم. سیگنال گرگ مال کسیه که خیلی زرنگ باشه، بتونه در این محدوده وارد بشه و با سود مثلا 20 پی پی یا 20 دلاری توی طلا، 2 دلاری توی طلا بتونه خارج بشه، یعنی به سرعت در بهترین جا وارد بشه و در بهترین جا خارج بشه. سیگنال های پلنگ از این هم سریعتره. همینطوری که در تنظیمات شما برید مشاهده کنید میبینید که من اینجا نوشتم سیگنال گرگ نوسانگیری سریعه در حد چند دقیقه و سیگنال پلنگ خیلی از اون سریعتره. یعنی اینجوری من تشخیص دادم که سیگنال پلنگ مال کسایی هست که دیگه خیلی از این سریعتر هستن و شما میتونید این پلنگ رو غیر فعال کنید. وقتی غیر فعال کنید ببینید که یه سری از سیگنال ها حذف میشن از روی صفحه. بعضی وقتا هم شما میبینید مثلا اینجا یه سیگنال پلنگ اومده و گرگ سیگنال نداده. ببینید الان اگه من دوباره پلنگ رو فعالش کنم، پلنگ رو اگه من دوباره فعال کنم میبینید که در یک جاهایی اومده پلنگ مثلا اینجا سیگنال داده که میشده استفاده کرد، اینجا اومده پلنگ سیگنال داده که به خاطر این شادو نمیشده استفاده کرد. گرگ هم همینجا دوتایی با هم، بعضی وقتا دوتایی با هم دیگه میان استفاده میشن. ببینید وقتی دوتایی با هم دیگه اومدن در اینجا هم پلنگ اومده هم گرگ. وقتی که ما اینا رو بزرگترش کنیم میبینیم هم پلنگ اومده هم گرگ. این بالا هم همینطور، هم پلنگ اومده هم گرگ، جفتش هم جواب داده ولی نمیشده استفاده کرد. چرا؟ چون این شادویی که اینجا زده شده با سرعت رفته بالا و اومده پایین، اینا رو نمیشه استفاده کرد. بعضیا گله دارن که چرا سیگنال جایی میاد که ما نمیتونیم استفاده کنیم. خب من دیگه این شادو رو که نمیتونم کاریش بکنم که وقتی با سرعت میاد پایین شما باید بتونی اینجا اینو بگیری. اگه بتونی اینو اینجا بزنی دیگه خیلی زرنگی، اگه نتونی بزنی دیگه این کارش نمیشه کرد. خود منم ممکنه نتونم بزنم، وقتی میاد پایین صادر میشه میره بالا با سرعت، خب رسیده به حد سود، چه کارش میخوایم بکنیم؟ مجبوریم از خیرش بگذریم و بیخیالش بشیم، بریم سراغ سیگنال هایی که میشه استفاده کرد. این همه سیگنال صادر شده، اینجا سیگنال صادر شده، اینجا سیگنال صادر شده، میشه استفاده کرد. اینجا هم باز شادو زده، اینجا سیگنال صادر شده شادو نزده. اینجا رو ببینید یه دونه گرگ با یه دونه پلنگ زده، شادو نزده. شما میتونید اینجا بزنید و فرصت هم داده، 4 تا سیگنال فرصت داره، 4 تا کندل فرصت داده، دوباره اومده یه گرگ زده، اینجا میشد زد، دوباره اینجا میشد زد، همه اینا فرصت دیگه. بعد میای این پایین میبندی، حتما که نباید اون اول که سیگنال رو صادر کرد شما وارد بشی که. اینجا هم همینطوریه، هی زده شادو زده شادو زده و اینجا فرصت داده برای بستن. اینا زرنگیه آدمی که باید بتونه از اینا استفاده کنه، نه اینکه بشینه گله کنه و عیب تراشی کنه. یکی از تفاوت‌هایی که سیگنال گرگ و طلا دارن در فاصله سیگنال دهیشونه که گرگ ها در فاصله بیشتری هستن برای سیگنال دهی، یعنی مسافت بیشتری رو طول میکشه تا سیگنال بده و پلنگ ها مسافت کمتری، باریکه کمتری
در جاهای رنجی مثل اینجا پلنگ میاد سیگنال میده، ولی گرگ در جاهای بزرگتر بلندتر میاد سیگنال میده. به خاطر همین ببینید در جاهایی که ما اگر این نمودار رو به عقب ببریم میبینیم که در جاهایی که رنج هست بازار مرده است و هیچ سیگنالی صادر نمیشه، طرف حوصله‌اش سر میره. اینجا سیگنال پلنگ میتونه کمک کنه و یه سودهایی رو بگیره. ببینید اینجا وقتی خیلی رنج بوده اینجا سیگنال پلنگ به کار میاد. وقتی بازار خیلی مرده است، خیلی رنجه، خیلی حوصله سربره، شما میتونید بیایید از سیگنال پلنگ استفاده کنید. ببینید اینجا رو پلنگ بالا پایین، خیلی نوسانای کوچیک. پلنگ به درد بیشتر اینجاها میخوره و گرگ بیشتر برای مسافت بیشتر، برای رنج بیشتر میتونیم از گرگ استفاده کنیم. یکی دیگه از تفاوت‌هایی که گرگ با سیگنال پلنگ داره در مقدار حد سودشونه. حد سود پلنگ و حد ضررشون جفتش یکی، یعنی حد سود پلنگ 20 پیپ هست، حد ضررش هم 20 پیپه، یعنی میشه $2. ولی پلنگ نصف اینه، یعنی 10 پیپ حد ضررشه، 10 پیپ حد سودش که میشه $1. به خاطر همین تا بیا شما بزنی اومده پایین و خورده، حد سودت خورده، دیگه نمیتونی ازش استفاده کنی. بهترین جا برای زدن همون پای اینه، پای فلشه، یا یه مقدار بالاتر اگه رفت بالاتر میتونه. پس یکی دیگه از تفاوتاتشون در مقدار حد سود و حد ضررشونه که با هم دیگه یه مقدار، این 10 پیپه اون 20 پیپه، و حد ضرر و حد سود هم سر به سره، همون 20 پیپ هست. اگه شما مثلا در طول یک روز بخواید کار کنید 10 تا معامله گرگ رو بگیرید، از این 10 تا ممکنه 2 تا 3 تاش با ضرر بسته بشه و اون 7 تا 8 تایی که با سود بسته میشه به شما سودتون رو تامین میکنه دیگه. 70-80% معاملات اینجوری کسانی که کار کردن میگن که من خودم که کار میکنم به همین شکل به سود ختم میشه. حالا من با همین سیگنال پلنگ و گرگ اگر بخوام وارد بشم میتونم کجا وارد بشم؟ ببینید یه دونه سیگنال موج الان صادر شد. سیگنال های موج هم در یه قسمت دیگه باید توضیح بدم که اگه ما اینجا اینو بزنیم میتونیم در اینجا مثلا ببندیم، که حالا من کاری باهاش ندارم. اینو ما اینجا یه دونه سل بزنیم میتونه تا این محدوده پایین بره. سیگنال موج 1 هست، فعلا کاری باهاش نداریم. همون برمیگردیم به بحث خودمون. برای سیگنال های موج که خودشون داستان جدایی دارن شما بهتره که یه مقدار صبر کنید. باز اینم مسئله که چون اینجا اومد بهتره که گفته بشه. یه مقدار بهتره صبر کنیم تا سیگنال خودشو بگیره. بعدن ممکنه بره تا حد ضرر رو بزنه، بعدن بیاد بره تا حد سود. خب مثلا حالا صبر کنیم تا یک سیگنال پلنگ یا یه سیگنال گرگ بیاد ظاهر بشه تا ما بتونیم ازش در بهترین نقطه استفاده کنیم. بهترین نقطه هم کجا هست؟ بهترین نقطه من قبلا هم در آموزش قبلی گفتم، بهترین نقطه جاییه که با صبر و حوصله پای فلش، یعنی اینجا سیگنال گرگ صادر شده، شما اینجا اومد پایین نباید بزنید، شما باید صبر کنید رو همین موج شما صبر میکنید، وقتی به پای فلش رسید میزنید. مثلا من الان اینجا بزنم جای مناسب تریه، میتونم هشدار تأخیر داد،
اینترنتمون خیلی وضعیتش خرابه، نمودارها درست ساخته نمیشه و پینگ، وضعیت پینگ خرابه، سیگنال درست وصل نمیشه، سرعت خیلی خرابه. یه سیگنال پلنگ داد، من باید برم اینجا توی داس بیام اینو ببرم بالا که بتونم معامله باز کنم. 190 پینگ چون رفته بالا، من باید اینجا پینگم رو بالا ببرم که بتونم معامله رو باز کنم. ببینید این رفت بالا، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. این سیگنال موج به ما میگه بیاد پایین، خب و در نهایت احتمال زیاد میره پایین، ولی الان در کوتاه مدت پلنگ به ما میگه برگرد بالا. یعنی این باید بخوره در بلند مدت تر، در این مثلا نیم ساعت یک ساعت آینده، ولی در چند دقیقه اول پلنگ به ما میگه برگرد بالا. اینو شما باید بدونید دیگه، خودت باید اینو متوجه باشی. حالا من اگه یه دونه پای فلش موجم بزنم، بذارم یه مقدار پایین تر، تا اون پایین میتونه بره، ولی من الان با موج کاری ندارم، فعلا منتظر پایان کندل گوگو پلنگ خودمون میمونیم. این پلنگ رو نمیشد استفاده کرد به خاطر همون شادویی که زده. ما نمیتونیم از این اصلا استفاده کنیم و نباید استفاده کنیم، چون رفته بالا سودشو داده، به درد ما نمیخوره. ما باید صبر کنیم تا اون موقعیت درست به وجود بیاد دوباره برام. سیگنال دوباره یه سیگنال پلنگ دیر صادر شد، حالا چون ببینید شادو رو زده اون بالا، شادو زده شد، ما ندیدیم شادو رو چون اینترنت وضعیتش خرابه و حتی من ساختن کندلم نمیبینم. به این دلیله که سیگنال اون بالا صادر میشه ولی من بهش نمیرسم. من تو کندلم نمیتونم ببینم که ساخته شد، چون اینترنت در و داغون نمودار دیر ساخته میشه. من الان اگه بخوام از وضعیت اینترنت خراب برای شما شکایت کنم، بذارید من اینو بزنم یه دونه سیگنال پلنگ رو من بگیرم اینجا، بیاد پایین ببندم با سود. ببینید اونجا به جای خیلی خوبی بود، پای فلش، دم فلش من زدم و بیاد پایین من میبندم. یالا رفت بالا. پایان کندل. به خاطر اینکه بازار نوسانی هست، خیلی نوسان مرده ای داره، من اینو نمیبندم الان چون برمیگرده پایین. ولی اگر بازار با شتاب باشه، ما باید حد ضررمون رو رعایت کنیم. ببینید این برگرده پایین. اگر بازار با شتاب بود باید حد ضرر رو رعایت کرد. ما فرضاً هم الان بخوایم حد ضررمون رو رعایت کنیم، ببندیمشم با $1.5 ضرر میتونیم ببندیم اگر بخوایم حد ضرر رو رعایت کنیم. پایان کندل.
ببینید کندلا جون ندارن برای بالا رفتن. میبینید این داره تو سرش میخوره که بیاد پایین. در نهایت اگر من ببینم که این نمیتونه برگرده دیگه مجبور میشم با ضرر ببندم. این سیگنال پلنگ اینجا ببینید داره خرابکاری میکنه. پایان کندل. من باید حد ضررمو همینجا سیگنال. میذاشتم. ببینید یه دونه گرگمون بالا زد. من یه فروش دیگه میزنم که اومد پایین با هم دیگه ببندم. وقتی پول زیاد باشه، من الان بیشتر از 47 دلار تو این حساب نیست. وقتی پول زیاد باشه آدم دستش بازتره، ولی وقتی پول کمتر باشه شما مجبور با ضرر ببندی. من میتونم یکی دیگه هم اینجا بزنم چون این سیگنال گرگ برمیگرده پایین. همه رو پایین بیاد میبندم. پایان کندل. الان 3.5 دلار 4 دلار تو ضرره. ببینیم چه اتفاقی میفته. دست به ماشه. پایین سود بیاد پایین تر. این سیگنال پلنگ اینجا چیکار کرد به ما؟ این سیگنال پلنگ به خاطر اینکه تو فاصله کمتری باز میشد اینجا باعث شد که یه ضرری به ما بخوره. الان به خاطر همین باید پایان کندل. کمتر ازش استفاده کرد یا اصلا استفاده نکرد. این یکی رو هم رد کرد. پایان کندل. چون بازار نوسانی مرده است، من امید دارم که بیاد پایین. صبر میکنم تا بیاد پایین. بازار نوسانی مرده است. بازاری نیستش که بخواد حرکت سنگینی رو به جای انجام بده. پایان کندل.
گفتم که چون بازار نوسانی مرده است، من حد پایان ضرر کندل. رو یه مقدار بیشتر گرفتم، نخواستم ببندم سری معامله رو. حالا صبر کنیم تا بیاد پایین. ولی به نظرم با تحلیل خودمون نباید کار کنیم، چون اگه قرار بود تحلیل خودمون کار کنیم دیگه سیگنال دادن این برای ما فایده ای نداشت. حالا من بازم اینجا کندل ها، ببینید کندل ها اینجا دارن درجا میزنن، درجا زدنشون خودش باعث پایین اومدن میشه. باید ببینیم تا کجا میاد پایین. پایان کندل. ببینید من الان 6 دقیقه و نیمه که این معاملات رو باز کردم، این 3 تا معامله رو به صورت میانگین و فعلا $1 الان تو ضرر. بیاد پایین ببینیم تا کجا میاد پایین و من ببندمش دیگه. نمیخوام دیگه نگه دارم بیشتر از این. ببینیم به سود میرسه. این باید برگرده خوب پایین دیگه اون بالاییشو زده و باید برگرده پایین. ببینید داره به سود نزدیک میشه. کندل. ببینید داره میاد پایین. $1 تو سود، $2 تو سود. چون من نخواستم حد ضرر رو اینجا حتما رعایت کنم، چون بازار نوسانی مرده است. گفتم بازار نوسانی مرده است، من نخواستم حد ضرر رو رعایت کنم، ولی باید میبستم با ضرر و خارج میشدم. حالا ببینیم تا کجا میاد پایین. من سریع میبندم خارج میشم که این آموزش تموم بشه. اگر شما نمیتونید خوب تحلیل کنید و کندل شناسیتون مناسب نیست، نیاز نیست حد ضرر رو چیز کنید، یعنی حد ضرر رو باید رعایت کنید، چون ممکنه که شما متوجه نباشید و این همینجور بره بالا و ضرر خیلی سنگینی شما بکنید، پله‌ای هم ورود نکنید مثل من. ببینید من الان با سود $2 که اینجا بود میتونستم ببندم، نبستم، دوباره رفت بالا. به خاطر همینه که من میگم آدم باید تون تون سودشو بگیره و خارج بشه. صبر کردن اصلا. من نزدیک 9.5 دقیقه، نزدیک 10 دقیقه است که صبر کردم. به خاطر همینه که من عقیده دارم که باید زود به زود نوسان رو بگیری با کندل ها و خارج بشی. حالا ببینیم این تهش به کجا ختم میشه. من اینو زودتر باید ببندم که این برنامه آموزشی تمام بشه، ولی میتونم صبر کنم تا بیشتر بیاد پایین. امیدوارم بیشتر بیاد پایین ولی نمیاد. ببینید با امیدواری ما بازار کار نمیکنه. دو مرتبه تا سود $2 اومد. ببینیم ضربه رو میزنه بریزه پایین. بازم اجازه نمیده. شد 11 دقیقه.
ببینید چند مرتبه اومد پایین با سود $2. من $2 تو سود بودم، نبستم، ببین باز رفت بالا. میخوام بهتون نشون بدم که این بازار فقط بازار نوسانگیریه. ببینید رفت بالا دوباره. پایان کندل. ببینید دوباره من الان $7-8 رفتم تو ضرر. حالا دوباره یه سیگنال پلنگ اونجا صادر کرد. این بالاخره باید برگرده پایین ها، ولی من میتونستم چند مرتبه میتونستم 2 بار حداقل میتونستم از این نوسانی بگیرم، ولی به خاطر اینکه صبر کردم که نشون بدم که این بازار بازار نوسانگیریه، نباید صبر کرد. به خاطر همین سیگنال منو مجبور کرده که اینجا همینجور الان 15 دقیقه است. به جای اینکه رو 2 دقیقه من معامله‌ام ببندم، 3 دقیقه معامله‌ام ببندم، الان من 15 دقیقه باید وایسم اینجا. پایان کندل. ببینید الان 2 تا سیگنال پرنگ صادر شده در فاصله خیلی کم، 42 و یعنی 20 پیپ، در صورتی که سیگنال های گرگ با فاصله های بیشتری صادر میشن. این تو این محیطی که خیلی نوسانی کمی بوده و رنج بوده میشده از پلنگ استفاده کرد. برای کسایی که میخوان اینجوری کار کنن که من پایان توصیه کندل. نمی کنم اینقدر بخواید ریز کار کنید و نوسان خیلی ریز. ببینید الان نزدیک 19 دقیقه است که منو علاف خودش کرده، چون من نخواستم اینجا با ضرر ببندم و نخواستم که نوسان گیری کنم سریع و رفت بالا، اومد پایین، تو سود بود، 2 مرتبه 3 مرتبه نبستم، همینجوری الان نزدیک 19 دقیقه 20 دقیقه است. حالا دوباره داره میاد پایین، احتمالا دیگه نفع اینو میزنه و رد میکنه. ببینید این دفعه احتمالا میزنه رد میکنه میاد پایین تر، ولی من دیگه این دفعه میبندم که این آموزش تموم شه. اگه بیاد به اون جایی که من میخوام برسه، چون میخوام با ضرر بسته نشه. یه حد سود براش میزنم، حد سودش خورد اینجا که اگه بیاد پایین تا اونجا میبنده، اگرم بخوام خودم اینجا میبندم. ببینید الان $3 تو سوده، گفتم رد میکنه، رد کرد. $47 هم شد $53. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این آموزش براتون مناسب بوده باشه. باز در آموزش های بعدی بیشتر سعی میکنم که آموزش های دیگه ای بدم و حتما این پست فیلم رو لایک کنید، این آموزش رو لایک کنید، حتما به دوستاتون معرفی کنید، حتما اگه عضو کانال نیستید عضو کانال بشید تا از آموزش های بیشتر استفاده کنید. اگه سوالی دارید مطرح کنید در نظرات، اگه نظری پیشنهادی دارید بگید، اگه تجربه ای از کار کردن با پیشگو هم دارید بگید که همه استفاده کنن. موفق و پرسود باشید. خدا نگهدار.